سلام دوستان پزشکی. امروز می‌خواهیم در مورد مزایای نورومانیتورینگ اعصاب حین عملهای جراحی مغز صحبت کنیم. اول از همه، نورومانیتورینگ چیست؟ نورومانیتورینگ به تکنولوژی گفته می‌شود که به جراحان کمک می‌کند تا در حین عمل جراحی مغز فعالیت‌های الکتریکی اعصاب و مغز را به صورت بلادرنگ مشاهده و بررسی کنند. این تکنولوژی پیچیده از دستگاه‌های پیشرفته‌ای برای مانیتورینگ و تحلیل فعالیت‌های الکتریکی مغز و اعصاب استفاده می‌کنند. حالا چرا نورومانیتورینگ اینقدر مهم است؟ یکی از مزایای اصلی نورومانیتورینگ افزایش دقت جراح در حین عمل است. با مشاهده بلادرنگ فعالیت‌های الکتریکی، جراح می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد و از آسیب به بافت‌های مهم مغز جلوگیری کند. این به معنی کاهش خطر عوارض پس از عمل و افزایش احتمال موفقیت عمل جراحی است. به طور مثال، در عملهای جراحی برای برداشتن تومورهای مغزی، نورومانیتورینگ می‌تواند به جراح کمک کند تا تومور را با دقت بیشتری بردارد، بدون اینکه به بافت‌های سالم اطراف آسیب برساند. این تکنولوژی همچنین می‌تواند به جلوگیری از مشکلات حسی و حرکتی پس از عمل کمک کند. مزیت دیگر نورومانیتورینگ امکان ارتباط و همکاری بهتر بین تیم جراحی است. با داشتن اطلاعات بلادرنگ، تیم جراحی می‌تواند تصمیمات بهتری بگیرد و هماهنگی بیشتری داشته باشد. همچنین، نورومانیتورینگ می‌تواند به کاهش زمان بستری بیمار در بیمارستان و تسریع روند بهبود کمک کند. با کاهش احتمال عوارض و دقت بالاتر در انجام عمل، بیماران می‌توانند سریع‌تر به فعالیت‌های روزمره خود بازگردند. بنابراین، نورومانیتورینگ ابزاری ضروری برای جراحان مغز و اعصاب است که می‌تواند به افزایش دقت جراحی، کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کند. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر سوالی دارید یا می‌خواهید بیشتر در مورد نورومانیتورینگ بدانید، حتماً در قسمت نظرات برای ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.